طلای 1,700,000,000 شو داد به مردم لبنان. پس مردم سیستان چی؟ مردم خودمون چی؟ آن چیزی که به خانه رواست به مسجد حرام است. چند روز پیش یه خبر تو فضای مجازی مثل بمب ترکید. خانم تبریزی طلای 1,700,000,000 شو داده به مردم لبنان. همه یه جریان فکری برایش رو انداختن که اون چیزی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بابا بیا بده به همین مردم سیستان. چرا مردم فقیر داخل کشور هستن؟ چرا همه رو میبری میدی به مردم لبنان؟ این خانم تو 2030 حاضر میشه و به اتهامات اینجوری پاسخ میده. روزی ندارم که کمک نداشته باشه. چقدر جهیزیه، چقدر بیماری‌های سرطانی کلیوی. من آنقدر جهیزیه دادم، آنقدر به این زلزله ها، سیل ها. اما بعدش این جریان فکری که بر علیهشون انداختن 2030 رو میبینن، اون قسمتش که نمیخوان و همین الان دیدیمو تخطی میکنن.